سلام بچه یوتیوب. امروز براتون نسخه جدید برنامه هدشات سامسونگ آوردیم. سری پیش اون نسخه که داده بودیم یه دونه سنسور دی پی آی بیشتر رو بهتون نمیداد. این یکی رو شبیه نسخه شیائومیش کردیم. سنسور دی پی آی نامحدود میده. البته یه موردی بهش اضافه شده، یه موردی که نفهم 3-4 تا بهش اضافه کردیم براتون. توی چند تلگرام گذاشتم چی بهش اضافه شده، الان خودتون قراره ببینید. نسبت به اون نسخه قبلی خیلی بهتره. حمایت فراموش نشه، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید. اگه موبایل جا انداختین توی لیست گوشی‌ها توی کامنت‌ها بهمون بگید که توی آپدیت بعد اضافه کنیم. توی نسخه شیائومی یه سری موبایل‌ها رو جا انداخته بودیم که حالا ان شاءالله تو نسخه بعدی براتون اضافه می‌کنیم. این نسخه جدید برنامه هدشات سامسونگ، لوگو همونه، اسم همونه، هیچ فرقی نکرده. نسخه قبلی دسترس خارج میشه بعد این ویدیو، حالا فعلا خارج نشده، گفتم شاید بعضی میخوان استفاده کنه. خدمتتون آرزوام که وارد برنامه که میشید با یه همچین صفحه روبرو میشید. همونه دیگه. حالا بچه‌هایی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن، ویدیو قبلی رو ندیدن، چون ویدیو سامسونگ که درست کردم تو شورت ویدیو بود، ویدیو بلند نبود. این لوگومونه، این اسممونه، برنامه هدشات سامسونگ. تو این دکمه کلیک کنید میرید کانال یوتیوبمون، تلگراممون مستقیم. حالا من چون فیلترشن روشن نکردم نمیزنم روش. خب روی دکمه بزن برین که زدید یه همچین صفحه بالا میاد. برای اینکه دی پی آی و سنس بهتری بهتون ارائه بده 2 تا سوال ازتون میپرسه: سبک بازیتون چیه و اینکه با چه گانی بیشتر پلی میدید. حالا ما برای این مثال میزنیم روی کند با شاتگان پلی میدید. این 2 تا سوالی که جواب دادید تایید میزنید. به اون سوالا که پاسخ دادید برنامه با در نظر گرفتن سبک بازیتون و نوع گانی که شما انتخاب کردید بهتون سنسور دی پی آی میده. لیست دستگاهی موجود هم اینجا هستش. گوشیتون چیه؟ یه 2-3 تا که نه، بیشتر از 2-3 تا گوشی اضافه کردیم که بچه‌ها گفتن نمیدونم چرا گوشی ما نیست و اینا. همه گوشی‌ها رو دیگه اضافه کردیم. اگه بازم گوشیتون نیست کامنت کنید. فکر نکنم دیگه گوشیتون نباشه این تو، چون دیگه کل گوشی‌های سامسونگ من تقریبا گذاشتم. برای مثال میایم مثلا آصف 5 اینو انتخاب میکنیم، روی دریافت تنظیمات که میزنید برنامه پردازش میکنه، یه سنسور دی پی آی بهتون میده مثل نسخه های قبل. سنسور دی پی آی که برنامه بهتون داده رو میزنید، دی پی آی هم میزنید، میرید داخل بازی. حالا من برم داخل بازی اینا رو براتون بزنم تستش کنم ببینید چطوره. خب ما اومدیم داخل ترینینگ، سنس هم براتون زدیم که وقتی ویدیو رو نگیریم. اینا این سنسی که برنامه بهمون داده برای شاتگان و سبک بازی کند. یه شاتگان برداریم، یه دولول، یه دونه میده. ما اینجا الان بازیگر نشیم مثل ویدیوی قبلی، نیاوردیمش دیگه بنده خدا نبود. آره خلاصه شاتگانی که گرفتید میاد جلوی این 2 تا بدبخت میزنید تو سرشون. ببین اینجوری میزنید سر این، یه دونه هم به این میزنی، امده هم میگیری دستت، با امده هم تست میکنی، یه دونه به این، یه دونه به این، میخوره میسخور. این مدت تست این برنامه. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. اسم فکر من رو باشم عملی. آره لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. حمایت کنید، لایک کنید. اگه میبینید گوشتون تو اون لیست نیستش کامنت کنید، اضافه میکنم. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. بزنید برنامه رو، اشغالش رو ببرید. نسخه کاملا رایگانه، نامحدود بهتون سنس میده. هیچ هزینه‌ای هم بابت برنامه لازم نیست پرداخت کنید. داخل کانال تلگرام برنامه رو آپلود میکنم. رمز برنامه هم 207805. بزنید که صفحه شو ببرید. عشقید. خداحافظ.